ایسا شاه جلال باشو کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بوده. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما وجود داشته باشه و سرازیر شود. دوستای عزیز، بازم با یک برنامه جدید از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحا افغان در خدمت شما قرار دارم و سر از امروز یک سلسله برنامه‌های کوتاه 5 تا 10 دقیقه‌ای را آغاز می‌کنم که درباره موضوعات مختلف از کتاب مقدس است. دوستان عزیز، برنامه امروز ما درباره موضوعی است که مسیحیت هیچ کلامی که از جانب خدا بوده را منسوخ و باطل نمیدانه و هیچ گاهی او را منسوخ و باطل نکرده. دوستان عزیز، و ما میخوایم در این قسمت کلام یا گفتار یسوع مسیح خدای زنده و خدای نجات دهنده ما را برای شما بخوانم که در این باره چی میگه. متی فصل 5 آیه 17: گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. براستی به شما میگویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهند شد. پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. آمین. دوستای عزیز، عیسی مسیح دو موضوع را به او اشاره میکنه. اولی که عیسی مسیح میگه که تورات و زبور و صحیفه‌های انبیا، همه او کتبی که مثلا از زمان موسی و داوود و انبیای مختلف وجود داشته، هیچ کدامش میگه من منسوخ و باطل نمیکنم، بلکه ما آمدیم که اونها را تکمیل بسازم. پس موضوع اولی است که مسیحیت هیچ کتابی که از جانب خدا باشه، هیچ کلامی که از جانب خدا باشه رو منسوخ و باطل نمیپنداره و نمیسازه و نمیکنه، بلکه مسیحیت به همه اونا ایمان داره و قبولش داره. یعنی مثلا ما وقتی کتاب مقدس مسیحی ها را میبینیم، در اینجا ما هم تورات را داریم، هم زبور را داریم، هم صحیفه های انبیا را داریم و هم انجیل را داریم. که یعنی وقتی که انجیل یسوع مسیح آمد و انجیل را بر ما بازگو کرد، یعنی پیام خوش را به ما رساند، بازی کلام خدا تکمیل شد. موضوع اول بود که مسیحیت هیچ کدام کلام را، هر کلامی که از جانب خدا باشه، هر کلامی که در کتاب ها نوشته شده از جانب خدا بوده، او هیچگاه باطل و منسوخ نمیپنداره و نمیکنه. یعنی تورات، زبور و صحیفه های انبیا را مسیحیت قبول داره و با او عمل میکنه. موضوع دومی است که یسوع مسیح در اینجا بسیار واضح میگه که ما آمدیم تا کلام خدا را تکمیل بکنیم. یعنی ما آمدیم که زبور را، تورات را و صحیفه انبیا را تکمیل بکنیم. یعنی با آمدن عیسی مسیح آوردن پیام خوش یعنی انجیل به بشر، کلام خدا تکمیل شد. وقتی کلام خدا تکمیل میشه، ضرورت به کلام دیگه نمی باشه. پس کلام خدا یعنی تورات، زبور و صحیفه انبیا در انجیل تکمیل شد. به او خاطر ما مسیح امروز هم تورات را میخوانیم، هم زبور را میخوانیم، هم صحیفه انبیا را میخوانیم و هم انجیل را میخوانیم و با او عمل میکنیم، چرا که این پوره کلام خداوند است. دوستان عزیز، و در اینجا عیسی مسیح یک هشدار هم داره، میگه وا به حال او کسی که چیزی را از احکام خداوند، چی در تورات باشه، چی در زبور باشه، چی در صحیفه انبیا، چی در انجیل باشه، کم بسازه و می خوشا به حال کسی که به احکام خداوند عمل میکنه. پس دوستان عزیز، در اینجا ما شما دیدیم که مسیحیت هیچ کتاب و هیچ کلام را که از جانب خدا باشه باطل نمیکنه و منسوخ نمیسازه. ولی اگر ما شما به اسلام نگاه بکنیم، دوستان عزیز، میبینیم که اسلام به نحو کوشش کرده که تورات، زبور، انجیل و صحیفه انبیا را منسوخ و باطل اعلام بکنه، با بهانه از اینکه همه چیزایی که در تورات، زبور، انجیل، صحیفه انبیا بود در قرآن ذکر شده و کاپی شده. در حالی که وقتی ما قرآن را باز میکنیم، او پیام اصلی که در تورات و زبور و انجیل و صحیفه انبیا وجود داره اصلا در قرآن وجود نداره و کاملا او را تغییر دادن و به می بهانه که بگوین او پیام هایی که در تورات، انجیل، زبور و صحیفه انبیا بود در قرآن ذکر شده، میخواین که مردم را قناعت بتن که دیگه شما با تورات، زبور، انجیل و صحیفه انبیا ضرورت ندارین، تنها قرآن بخونین، همه چیز در اینجا هست. در حالی که قرآن و اسلام کاملا زبور، تورات، صحیفه انبیا و انجیل را منسوخ و باطل اعلام کرده و کلام خدا را باطل اعلام کرده، در حالی که کلام خدا هیچگاه باطل نمیشه. و عیسی مسیح هم در اینجا واضح گفته هر کسی که یک حکم از این را باطل بسازه وا به حالش. پس وا به حال محمد، اسلام و هم مسلمانان که تورات، زبور، انجیل و صحیفه انبیا را نمیخوانند و خود
فریب میتن و در حقیقت او را باطل ساختن و منسوخ ساختن. موضوع دیگه که است که نه تنهایی که خود مثلا قرآن آمده تورات، زبور، انجیل و صحیفه انبیا را باطل و منسوخ اعلام کرده، بلکه قرآن بعضی از آیات خود را هم منسوخ اعلام کرده و باطل ساخته. مثلا وقت ما شما آیه 184 سوره بقره را میخوانیم که در روز روزه به طور غیر اجباری است، میبینیم که در آیه 185 روزه به طور اجباری در روزه گفته شده. پس و علما هم میگن، علمای بسیار کسایی خود دانسته میدانن، مثل مولای نوی که برآمده، مولا بچی نوی به نام عبدالرحمن فاتیس، میگه آیه 185 آیه 184 در حقیقت باطل کرده، دیگه او قابل چالش نیست. پس قرآن خودش را باطل کرده. و اگر ما شما مثلا سوره النجم بخوانیم آیه 19 تا 22 در روزی که درباره ارزات العزا و منات صحبت شده، این آیات محمد با خودش منسوخ و باطل اعلام کرده و گفته این آیات را به ما شیطان داده بود. و به این خاطر است که برادر عزیز و گرامی ما سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی را نوشت، یعنی همین سوره نجم و آیه 19 تا 22 را خوان و گفت که در حقیقت خود محمد اعلام کرده که این آیه ها را به ما شیطان داده بود. پس میبینیم که خود قرآن چون کلام خدا نیست، کلام انسان است، در حقیقت کلام شیطان است. و گفته برادر عزیز ما سلمان رشدی میبینیم که نه تنها که تورات، زبور، انجیل و صحیفه انبیا را به بهانه‌های مختلف که آیاتش در اینجا نسخه شده و در قرآن آمده باطل و منسوخ اعلام کرده، بلکه قرآن خودش را هم منسوخ و باطل اعلام کرده. یعنی اگر یک آیه یک کتاب مثلا باطل شوه، قابل چالش نباشه، چی همایش با هم مساوی است. آیه 184 من 2 مثال تنها دادم، مثالای زیاد است. آیه 184 بقره را آیه 185 باطل اعلان کرده و در اینجا النجم آیه 19 تا 22 را خود محمد در اینجا در حقیقت باطل اعلام کرده. پس دوستان عزیز ما در اینجا مشاهده میکنیم، میبینیم که اسلام دین نیست که از جانب خدا باشه یا قرآن کلامی که از جانب خدا آمده باشه. ولی اگر بیم درباره مسیحیت صحبت بکنیم، مسیحیت هم کتاب هایی که اونا حاوی کلام خداوند هستند، چی تورات، چی زبور، چی انجیل، صحیفه انبیا باشه، همش قبول داره و به همش باور داره. و کتابایی که از جانب خدا نیست و از شیطان است و مثل قرآن و غیره به اونا باور نداره، چرا که عیسی مسیح در این آیه بسیار واضح گفت اولی که ما آمدیم تا تایید بکنم و تکمیل بکنم. دوم گفت تکمیل بکنم تورات و زبور و صحیفه انبیا و را با چی؟ با انجیل. پس با انجیل کلام خدا تکمیل شد و بعد از انجیل چیز دیگه از جانب خدا نیامده. تشکر دوستان عزیز. پس برادرها و خواهرای مسیحی، امروز ما بر شما تشریح کردم که مسیحیت هیچ کلام را که از جانب خدا باشه باطل و منسوخ نمیکنه و اعلام نکرده و ما به کلام خدا به طور کاملش باور داریم. و وقتی کلام خدا میگیم منظور ما تورات، زبور، صحیفه انبیا و انجیل است. تشکر دوستان عزیز. امیدوار هستیم معلومات برای شما بسیار جالب واقع شده باشه، جالب و مفید. تا برنامه بعدی که بازم یک پیام کوتاه از کتاب مقدس می داشته باشه، من شما را به خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح میسپارم. وقت خوش و در پناه مسیح عیسی باشین. آمین.